فتی همین مادر دیوانه است یا خود بدر دیوانگی میزنه؟ اگر دیوانه است بگو خصم سه که من دیوانه هستم تکلیف روانی دارم خو امی هر چی که از زبانم میگم برای یک نفر. کسا کار داشتی کاکا؟ همیشه بیا 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 بفرمایید. مادر نه تو سایل کو یک کار کو خو مکمل آردرای را که میگیری تمام ش لیست کو نوشته کو یک چیز نوت کو باز من آمدم خیر رسید میکنم. کی بود آرزو داخل خانه آوردشه؟ من خونه مشناسم ندیدیم شان تو بالا. حتما کدام خیشای قومایشان است دیگه من قومای از اینا را از کجا مشناسم؟ این پدر خودتان است. دخترم سالا بود که پدرتان اینو تو خورد بده تو دبر نمودی که تو خورد سرما آسانات خورد بود که رفت. دیگه گفت از تو که دخل زیاد نیست 1000 دفعه میتونم دختر من چرا نمیتونم یک 4 تا نفر ری سفیدار بشونم گفتم برو پشت ری سفیدار چی میگردی می تختر جورم تا جهت نجاز نیست. راست میگه دختر کس از قوم است. میگفتم خیلی در جای کلانات تو بشینی نه گپ دادن خودم میفهمم نه یک جای گپ آموندن خودم میفهمم. تو میفهمی؟ تو کجا میفهمی ساده که گپ دادن تو دیگه آدم کشور خودم تو گپ میدونه امیال تو امیال چی گفته رو بنستی؟ تو چه اشتباه ما را دیده بودی که ما را ترک کردی رفتی؟ چی گناه و خطایی بود؟ از شما هیچ چیز نبود. خب بیشتر رو من گفتم قبلا هم گفته بودم برات که بعضی وقت آدم مجبور میشه از همه چیز بگذره. همه کس مجبوری داشتی؟ چی مجبوری داشتی که تو الهی ما کردی رفتی؟ تو نفتی یک زن جوانم این باز پایوزبین زنم این تو اولاد محمد چطور در میدان بانم برن؟ نه مادر ازی نه پدر ازی این مادرش در اطراف این خوارش در اطراف این دختر در شهر این رو مده کی بانم؟ حتی نه در مادر موال دادی نه در خوار موال دادی نه به یازنه موال دادی به هیچ چیز هم تو سردرگم رفتی. یعنی میخوایی که از جریان گذشته واقف شدی؟ یعنی بفهمی که گپ چی بود؟ خب باید بفهم چرا نفهمم؟ گوش من زمانی که من دیار صحبت رفتم به خاطر کار میخواستم کار کنم زحمت بکشم به خاطر شما در اونجا یک مدت کار کردم دور از شما بودم بسیار دور بودم یک وقت صاحب کار مثلا یک چیز بانگیری کرد کدام چیزش پیسهش یا مالش یا یک چیزش گم شد قدیم بسیار قیمتی با بود چیز بسیار قیمتی بود خود تو گرفتی او گرفت بالاخره من فکر کنم سلامت اومد کرد اما طرف زدم و همه طرف شد خب بعد از یک مدت توهین تحقیر مرا قید کرد و زندانی شدم
بعد از خلاص شدم نه از خودت شماره داشتم نه از کس دیگه شماره داشتم. من تماس بگیرم بریم دوباره با شما زندگی کنم. یگانه کس را که من نمرهش پیش ما بود نفیسه بود. فهمیدی؟ همون نفیسه. شناختی نفیسه؟ چرا نمیشناسم؟ زن بیادرت میگی؟ بیبی جیره. با همون تماس گرفتم. چیزایی بر من گفت که هیچ اصلا دادارم نمیگم. چی گفت برات؟ آرزو همین نفر میمانی که چند روز خانه تان است به نزاکتی هم نشه میتونم بپرسم کی است؟ یا نردوان نیست؟ خب من میفهمیدم که قسم یک سوال پرسان میکنید از این تا سوال است که بایدم از ما پرسان نکرد. چند دفعه دانش پرسید ولی پرسان نکرد به خاطر که من خفه نشم. خب اول باشه آخر باشه بیا زو خبر میشی از تو چی پد کنم. بعد گفته بودیم نیم مادرم بعد قصه کرده بود که پدرم که خورد بودم فوت کرده. کاکایت است؟ نه پدرم هستن. راستی؟ پدرم میشه. پدرت است؟ ما رو گم کرده بود بالاخره تا که بعد از پرسجویی بالاخره ما رو پیدا کرد. در کلینیک یادت اگه باشه که مادرم که رفته بودم معاینات خونی یا که میکردم در اونجا کدیش سر خورده. خب بعد از او آدرس خانه باید تو خوش باشی دیگه. چرا تو جگر خونه هستی تو؟ نمیفهمم هیچ در مقابل پدرم احساس ندارم. خیلی پدرم باشه یا مورد پدر بگویم خاطر که قدر مدت کجا بوده؟ تا سال رسیدیم میرم و بعد پدر ندیدیم. قدر دیر کجا بوده خیلی؟ نمیفهم مادر بر ما قصه نکرد. دلایل یاره که شاید شما قبول کنیم میگم با مادر گفتیم برتان قصه خواهد کرد. از مادر که پرسان میکنم بر ما نمیگم میگه باز یک روز بارمی برتان میگم. جان امروز باز روز دیدار یار از خدا جا. من باش یک زنگ دیم که بوی خانه از یک دخترها کجاست؟ فقط خانه باشی تام باشی نرفته باشی وطن جای شموریز چی شد؟ خواه مادرشون تیار میشه یک زنگ دیم اینه پیداش کنیم. از ما را یک دیدارت بکار است. یک دیدارت بکنیم بر ما یک چیز است. بله سلام علیکم. خوب است خاله زبیده جان جور خیرتی بخیر ساعت شکر زنده باش. شکر شما خوب هستین؟ شکر فامیلا میگه خوب است خودت خوب هستی؟ زنده باشی کلا شکر خوب است خیر ببینید مادر شما خوب است شکر سلام میگم خیر ببینید هستین دیگه شما چی دارین که گرمی ها یا تیر میشه برو دیگه چطورش تو بلند منزل تا آباد شد نشد تو بالا مادر نشدی؟ چی میگی کارم ساعت اندازی تو بیت خانه بیران هستی؟ خدای مادر نشدی؟ کجا میشی؟ از برای خدا مطمئن یالا گفتیم کجا مادر شد که میری اونجا خواستگاری میگه کجا میری؟ من نمیرم ماما چرا نمیری؟ تا حالا که قدر رفتم یک دفعه شد گپ شنیدم حالا که برم خو یک پندکی گپ دیگه باز پشتیم چرا اگر تو نری در خانه قصه نکن چرا گپ شوه بگو چرا شوه اما ما در کجا قصه کردیم در کجا رفتیم که گپا رو انداختیم دختر بگو که میری یا نمیری دیگه شما نمیری ماما جان ماما جان من خاطر تو مریم نمیمانم که من بیش تو دختر خیر است تو نرو بان که من میرم که تمیزن بیادرت میرم آخر تو آمدی ناز میکنی که من نمیرم خیلی تو هم پیشتر میتی من نمیری که دختر میتی خیلی تو خدا مادرکو تو پیشتر که من میرم مریم بابا من نمیرم یا میرم گفتی من میرم کی گفتم ماما اول که من مادر شو گوزی سری سک آماده میشم حالا هر چی رو میبریم ماما جان من نمیرم دیگه کار شما یک دفعه رفتم خانه یک پندکی گپ خراب میکنیم دختر که دیگه توبه یک پندکی گپ جور شد اگه خود نمیاد گپ نمیشه گپ جور شود کجا گپ جور کردیم من گوی خانه از میری گوی خانه من گوی خانه از میری گوی اینجا می اون زن مچوپی کن برد از بچه مت درد میکنه در گرفته که در گایدان بانی حالا تو نرفتی که مادرمشون؟ نه بچه رایی بود میگفت میرم همونجا باز میرم پشتم دختر پشت دختر خانه زبیده میرم نه بچه نرفتم گمش کن چرا؟ از همین گپ سخن زیاد میترسم خوب شد ما کردم بد شد تو کردیم صبر زگه خوب شوه خونه خوب است اگه بد شوه
یه نکیکت بیا او بیا روز پوده پر کدگر بیا بشید و گپ بکش سخن بکش اما که نباشم خوب است باز بخیر که هر قاید که لبز گرفت بعد از او باز میشینم با مجلسشان میشینم میرم حالا نمیرم در خواستگاری نمیرم بچیم همین خواستگاری رفتنم ده سر داره یا دختر آرام میشه یا دختر نارام میشه باز حالا و بدوای مردم در پشتم هم میشه حال پایم دل به گور رسیدم میرفتی کدشان حال پایم دل به گور رسیدم کنجک خانه میشینم اما دوایتان میکنم اکی نمی دوایم که پشتان است همه چیز است کافیسته بیاز دختر گلم قفه دست من شور است برکی که دل پیش کردم سیخ پیش کردن برکی که دل پیش کردم سیخ پیش کردن چی کنم؟ باش که دستم زیاد درد میکنه تا درد میکنه که دیگه تو به دلم سست میشه چرا؟ بچه دخترم شد یک دفعی صدقه چم بیا دختر مشو ولی این دختر دستم اینم اینجا هر وقت که وقت گفتی بیام من هستم اینجا خیلی بینی شکر کالایت بود ظرفت بود من میشویم برد بچیم بیایم کارخانه مکنیم یک جمع جارو و ظرفا این تو بگو گپای دلتم هم میایم دیگ پخته کو برم یگان نزکن پایای ما چاپی کو دستای ما چاپی کو خیر است باز دادلت چیز نگردم اگر بسیار که دادلت بحثنامه ای ما شام میتمت مرا گفتم نه دادارم که باید یاد دادارم گفت که خودت شاور گرفتی عروسی کردی فهی ما عروسی کردیم بله تا کجا عروسی که خدا زبان نجاری گونگه کنه خب ما میگم بدون من میگم برای بگم حالا بیست سر بیادر تا بیاز ما چی میخواه که بسیار گپای نادرست زد که من نمیتونم بگویم که در بین خودشان چی گپا بود از او هم دروغ گفت و بر ما گفت که این تو شاور گرفته من میخواستم بگویم کجا هستن زندگیشان نه کجاست آدرسشان گفت چی میکنی که میایی او شاور گرفته باز من قبول نکردم ناراحت شدم ناامید شدم اما امیدواریم با خودت بود که نیستی اوتر یک زن قهرمان بودی و هستی این طفلایی را که من خورد الهیشان کردم خودت به ثمر رساندیشان هر کدامشان جوان ساختی با مکتب روان کردی ما از اون خبر دارم مگم این گپی برما زد که آدم شاور کرده دیگه راستی که پای میاری نکرد دوباره با تماس بگیر ماما گفتی رو بگوی ماما گفت که این خوشید خدا نفذت دور از زبانم دور از دان گوشید مرد چید مرد ما در کجا شاور کردیم ما دخترای ما خورد کلان کردیم ما به صبر رساندیم با ما شوی میکردم اینو ما به این خاطر دیگه نخواستم بیاییم این تصادف در شفاخانه و شما یکی دیگر را دیدیم این هم یک عوامل بود ما دوباره عروسی کردم دوجه چی؟ بله من بود نمیکنم به خاطر که تو یک زن قهرمان هستی مقاومت از این گپا رو داری که باید بشنوی اگر باز خود کنم باز اونم آدم هستم و این گپ تنها در بین خود ما و شما باشه برفیره من یک دخترک دارم مثل روز جانواره و خیرخواه دیدیش دیگه من مجبور شدم من تنها صورت بودم و تنهایی چی رقم زندگی میکردم من از دل شما میامدم و این گپ که بر من زد دیگه من گفتم من هیچ روی ندارم که باید روی خودت دوباره شدم انسان هست شاید در ذهنتان فکرهای بد آمده باشه راجع با پدرم بگوین که آدم بیگانه کی هستک چرا قدیما معرفی نمیکنه چرا در خانه ما هستک من میخواستم که در این باره گپ بزنم ولی زبانم یاری نمیکرد نه کدام چیزی بد فکر نکردم آرزو من یک دفعه من تو چهره شدیدم و یک دفعه خیلی سر خوردیم دیگه تو ما قصد مزاحمت نداشتم که بیایم بینتان مزاحمت کنم یا بین گپایتان باز یک دفعه بود تو در نظرم شد که این همو نفر نلنوان باشه شاید من قسم فکر میکردم باز گفتم شاید خیشایتان باشه چی شده بودم چی فکرهای در ذهن آمد راجع به مادرم من نباید مادرم قسم فکر میکردم ولی کل فکرهایم اشتباه آمد از گپایم که یادم به خدا اشان طرف مادرم دیده نمیتونم مادرم بچه قزامت ما را کلان کرد چی روزایی را که نبود که ندید بالاخره ما توهین کردم هرچی که در زبانم آمد برش گفتم واقعا پشیمان هستم خب خیر آرزو جان سوی تفاهم پیش میاد دیگه تو هم دیگه نفهمیده بودی وقت پدرت است شاید در فکر آدم هر گپ میاد حالا مادر تو رو درک کرده تو نیست که
از تو خفه باشه ناراحت باشه گپایت بدل گرفته باشه دیگه مادر راست درک شاید میکنه. جگرخون شده باشه اولادش هستم دریم نمیاره که من جگرخون نشم، ولی من یادم پدرم قبول کرده نمیتونم به خاطر که من هنوز پیدا نشده بودیم این مارها کده رفته. اون چی دلیل بوده میتونه که ما را ایلا کده رفته؟ آدم از اولاد خود کنده میتونه. خود دیگه آرزو جان تو هم زود قضاوت نکن، شاید دلایل داشته باشه، شاید دلیل در پیش خود داشته باشه، شاید بر مادر قصه کرده باشه که هنوز برتون قصه نکرده، اما دلیلاش بشنو یک دفعه بعد از باز قضاوت کن ببین تو رو قانع کرده میتونه یعنی. سمیر یادت میاد که برات گفته بودم که سلما از مردا بعدش میایه چرا نمیخوای کرسی کنه؟ کل دلیلش پدرم بوده، به خاطر پدرم از مردا بعدش میومده. تو که میکرده که با مرسی کنه نمی قسم یک آدم نصیبش خواد شد خواد ایلاش کتره ترسش از ارسی نمی بوده. حال ما دلیلش پیدا کردم. نه اینجا قصه نکنه اول نبردی؟ شما رو مکه اول بردیم اونجا. حالا میخوای گفت چی بود که رفته قصه کردم میره چیزه؟ چی گپ همین کل گپ از میخوانه در خانه رفته میره از پت میش بهش قصه میکنی. حالا خیر زن بابایت است. اینه میگه با خواستگاری از زبان ما شوینی از دان از اونا. از زبان ما خواستگاری نمیگم هزار گپ دیگه نمیگم خواستگاری اختبار نرفته اونجا. میری به میفهمم که میری نه من برم مزدن میری تو از دریچه میری کلا قصه میری برات. نمیرم ماما جان میگم مجبوری میبری که میرم دروازه رو پشت قلب کنم اما گپ تام نمونه سر من. کل در داخل کجا قلب کنم؟ اونم اینم کل دروازه رو قفل کو بالا پسش خیر زیر خانه میشن تا که میای. خب میگی گپ مندازی خو که میگی که میری تو اونجا ماس در میبرم تو از دریچه میبری. خود نمیرم ماما جان. الو خدای زبان اسپری آسیاس خدای تو مرا نجات بدی. او دختر قدر بسیار نگو بیا برو. اما دختر چی؟ هم دختر بکری دختر خوب است. چرا متوارم خوش نمیشه که هم اجمل صاحب زن شوه رواداری نداری اینجا زن ایور داشته باشی از ماما جان برین بگیرین بخی که دختر شارا برین بگیرین. مرا چیه؟ تو با خدایا خودتان از بار خطا میشه پیاله ورزن بیاره من چه خواهد شدم برو تو چیز نمیشی. ماما جانم یارم خاکدم سرم هستم وقتم خاکدم سرم میکنی تو. هم یارم خاکدم سرم سوگاتم خاکدم سرم میکنی تو. حالا بچه سر کیا سفید شد خالبون مجبور از تایپش بگیرم. خب کارش مانده خیلی. خب گفتم باش که زحمت دادم از خالد باید گفتم نه خانه هستیم گاهی ما یک چکر چی بینیم تا اگه باشید. خب چی میگی نیستی؟ رفتین میمونی؟ خب خیر باش خاله جون من گفتم باشه یک زنگ میزنم گفتم اگه خانه هستیم یک چکر می آمدیم پیشتان. خیر دیگه روز میام خاله جون خیر از گپ نیست روز دیگه روز میام پیشتان. شکر روز زنده باشی خیر برو دیگه سلام بگی خاله جون کلا گیره. خیر بینیم قربان تو برو خدا نه که میپیر ما بخواب ما فیلم بریم رو ببینیم آخرش هم نیستن یا خانه من برم بابایی و بگویم که بودن تیار نشون نیست خانه کس سری تو بگی شوه نگیر خوبی ما خوش کنم تو خوش ما خوش نخلاص این گفت چی شد مادر؟ بسی من آمادهشیم پیشر آمدیم گفتم مادر که آماده که میریم خواستگاری میریم. گفت خب آل کاملی کنوزان هم تو خواب باید که پرقراشته ساتی که در ساتی که خانه جلو کو خود چون خیابان نتی مخیر کار کنی بود که از برای خدا تو چرا کار کردی اگر نکنی اون نکنی بیشی گمش که مادر من حالا زنگ زدم نیستن با کی زنگ زدی؟ با خاله زبیده. خیلی کجا رفتن؟ من چون رفتم میمونی خونی کدام تو رفتن نیستن خانه من زنگ میدونم گفتم ما اینا تیار شدیم میایم پیشتان چقدر در خانه میگرده اگر نگفتم بریم چرا بچه دستتا گرفتی؟ نه زن ماما من تو برتون کار میکنم خیر سال کس نیست نه من دوستی گفتم برات کدام گپ بد خونه زدم برات بچه گفتم یعنی خیر است اگر دلت نه چیز نگردم تو هم دختر هستی هزار شوق داری عوض داری ارمان داری یک چیز بر بخر یک چیز بر میپوشی خیر از سوقه خوب یادرای من از برم کار میکنن میتن ما حالا که کار خودت میکنم اما تو بدون پیسه بدون کدام گپ ما میکنم یعنی گفتم خیر است که ما شام میدادم تا دختر گلم دادل چیز نگردم از خاطر کار نه یعنی دختر هستی یک چیز ضرورت پیدا میکنی هم ضرورت تا خودت حل کن چرا با بیادر استا چه احتیاجی بیادر بکشی چرا با مادر استا چه احتیاجی مادر بکشی از اولگه که خفه دست خود پیدا کن مصرف کن خب کار خودگه است در بیرون مثال یک کار میکنه پیسه ماش داره دیگه داره تو خود زن مامای مستی خیره من برای تو اما تو کار میکنم
خیلی ببینی کامیاب باشی دخترم. خدا جوان مرگت نکنه. سرخروی سرفراز و سربلند باشی دخترم. زنده باشی زمان. چون همه گناه از دست خودم بود و اونقدر مقصر خودم فکر نمی کنم چون تقدیر ما را مترسام. تقدیر نزاب خود برقصد همی کاره کردی نگفتی زن خانه و جای مولادم باز رفتی تو زن من گرفتی. دوباره گفتم از قید که خلاص شدم میخواستم با شما تماس بگیرم که کجا زندگی میکنید که من بیایم، اما دیگه بشنیدم دیگه تو بشنوی پیش من میایی. خدا اینو خدا دیده اینو زن بیادر که در بدر کرد. چی شد؟ چی شد در بدر شد؟ دخترش مرد، نواسش در گرفت سوخت. اینو دختر اینو می آرزو دختر منی که تو کیجه گپ میزد. اونو دختر برای نواسی از امو دادم، برای نواسی دختریش آسانات برای بچه خورد داد. برای آرزوی کردم دیگه اونو یک دختر دیگه که با هم ازم دلتنگی زیاد گمزاریم در ترقیدن آمد دیگه. ما در خانه مانه رو که فروختیم ما اینجا آمدیم بسیار روزای بعد سر ما خورد روزای سر من دو قرد قبیل بیار قوالی او بیار میراث پدر ما بده میتونم از برای خدا این میراث پدر نیست رو بیادر به نام ما گرفته. این خانه جایی که بودم میراث پدر بود او را فروخت بر تا عقد نداد. این رو برای من خود بیادر خرید چیزی زیورات خودم بود فروختیم چیزی پیسه بیادر تن دخیره بر نه مال بیادر من به ما میمانه. مال بیادر گفتم به توی نمیمانه. ما شکر اولاد دارم از بیادرت چطور مال که به تو میمانه. مجبور شم خانه را فروختم یک چیزی پیسه دادم سلمان جان که رفت طرف خارج یک 2 لک 3 لک باز هم یک آسانات دادم. سلمان چقدر رفته؟ سلمان دیگه اینه یک چند ماه میشه که دیگه رفته. کتش تماس داری؟ کتش تماس ندارم تا فعلا نه تماس ندارم. من جگر کنم و دخترم هستم که روزای رو سر ما برده کتش ما سر در دنیا سوختم در گرفتم. خیلی باشه پیداش میکنیم ما باید صحبت خود کنیم دیگه. تو با بزرگواری با مو قهرمانیت مرا ببخش. چی رو ببخشم؟ ما هم از چی رو ببخشم؟ خب ما برد گفتم نه سرگذشت خواهی برد قصه کردم اینا تو یک حالت سر ما بود ما مجبور شدم ناچار بودم ما بدست خود نکردیم این کارا. بی بی آجی کدام بدی و برای بی بی آجی رسیده خانه میاد جای شیشتن شما نمیافم قدری زد که دوستای شما که با ما نگاهش کردیم با روزا نگاهش کردیم چی بدیم رسید که تو پیش سرمای تو خیانت کار کرد. خب هست تو انسان ها در جامعه ما و شما زیاد است. خداوند اصلاحشان بسازه، خداوند هدایت نیک برشان بده. تو باید بی بی آجی بیایی رو برای میگم در کجا عروسی کردیم که پرازی گفتی که ما عروسی کردیم. بوال بفهم نمیایه نمیایه که خاطر جمع باشه. بچهش میاد که خیر است تشویش نکو جگرخونی نکو انشالله کل کارا حل میشه. فهمیدی؟ حل میشه جریان قصه رو ما بر چیزی که بود قصه کردم دیگه چیز خراب فکر نکن. چی وقت آمدی؟ از زن اولاد؟ تقریبا 5 روز در روز میشه کم 10 روز. اونها مریض بود دیدیم از شفاخانه معاینات تکمیل کردم سرگردان از امو بودم باید خودت پیدا کردم اینا را اگه دل من نمیخواست پیش خودت بیم چرا چند نفر به بانی میان آمد. ما دست دختر چی روز مدام شفاخانه گفت مادر تیکت ازی چی داری؟ این کی بود که بر تو یک بانه کردم که آمدی نل بانه کردم گفتم نل جور میکنه میفهمی که اولادت نام خدایت هوشیار فهمیده هستن که چی بگوی. طرف مادر خود رفتن دیگه. هر دقیقه مرا سوال پیش میکردی کی بود تا خانه آمد چرا آمد برای چی آمد کمزه پاره خود نشدیدی. دخترت قای میگه که پدرم کو که پدرم کو که عقلشان بود تغال مغال کنن عقلشان بود که سر خود تومت کنن. خب خیر است آرزو. وقتی که ما با میر مابت پدر ضرورت داشتیم که یک آدم باشه ندیدی که ما چقدر مشکلات سپری کردیم. اگر پدرم قدیم مامی بود و یک پدر می داشتیم هیچ وقت مشکلات سرمان نمی اومد بدبختی رو سپری نمی کردیم. یک چشم مردم از پدر میا میکرد که این مرد خانهشان است.
خیر است آرزو. می خانه ما با چقدر مشکل گرفتیم با کلگی دانو از بیخ زمانت ما را شو چی روزاره که ندیدیم. او قسم است ولی زود قضاوت نکن. خواهرش نباشه پدرت است و شاید او مشکلات دیده باشه در قرار سالا دیگه تو پیش از پیش قضاوت نکنی و دلیل از او را گوش کن. آرزو دلیلش چی است که رفته زن کده میگم سن سال تو یک دختر دار زن کده خود زندگی دلیل پیش خود داشته باشه. آرزو تو پیش از پیش قضاوت زن بوده نکن. باشه او را گرفته باشه دیگه ما زیادش رفته باشیم یا زن خبر بوده که فامیل داشته یا ما زود بودیم از او خاطر ریچ کردیم ما رفت آمد نمیکرد خود گمان داخته بوده. خب خیر است قدر پیش از پیش قضاوت نکنی دفعه گپای از رو بشنو که اون شاید دلیل در پیش خود داشته باشه. دلیل قانع کننده نداره. فکر میکنم که گپ که میزنم یک آدم به بیگانه است که یک آدم بیگانه گپ میزنم اون قسم یک احساس دارم. اگر این آدم که پدر خود گپ بزنه چقدر با احساس گپ میزنه نه و صمیمیت بینشون ایجاد میشه ولی من هیچ بی‌تفاوت از برام باشه نباشه هر رقم که باشه. خب خیر است خارقم تو تشویش نکن بریم دیگه ما بسیار نان بکشم خیلی میگه تو تشویش نکن ببینیم هر چی خیر باشه. حسابش معلوم شد کنیم باید من بند شد خلاص شد دیگه. تو را کجا میبرم ساعت تو تیر شد ما وزی تنها میرفتیم ساعت ما تیر شد. تو را کجا میبرم همسان سال اینجا بچه ها نیست ساعت همه تو نگو دیگه من میرم. کجا میری تو؟ ما میرم که من نه باید خود روزا تو منو بلدی میگه فنوش کوچه را خلاص تو که خود بردم دیگه نه همین. حالا میافی؟ میافی. من خودم که میرم. اون کوچه‌شون تکه سرکاشون تکه نم سرک نه حالا جور شده حالا میری در کوچه دیگه من ری خلاص. نه جایم بچه نه تو میری حالا چی کنه که خاموش فریج خاله مادر ما تنها روی خواستگاری کدام مرد دیدی رفته باشه. خیر من با بیدرم میرم. خلاص بیدر من خوش داره. به نظرم تو خود زن جور کردی. نیستم زن مادر من. خب بیز میگه نیست دیگه گمش کن نیست اینجا میشینم گمش کن که تو جنگ کنی یا که تو جنگ کنی بخی اصلا خراب شد. خب من میگم دیگه نمیرم یکی میگم میرم دیگه میگم برو خودت نشد وای کلاه میاد چه شده کلاه نه من تیار کرده تو بچه تو نره تو برفست تو کجا میری؟ حالا نه من تیار کنی کار کنی نه تیار کنی چیکار داری بیشه کار تنها نرو تنها نمیری بیا زور میبرم خورد میبرم میرم زن مامایت نیست اکنی رو میبردم خون نیست نمیبریم خب نیست که چی رو بردم مریم میبری یا نی؟ شکل زن مامایت خیلی خوب بود که میبردم شهر اینا اگه سبا بریم خب میفهم که نمی باشه در خانه گرگت میگرده فرمیان در خانه؟ خب آن هست خب میفهمم که هست خب اینا خیلی رفتن مطمئن کنه شده از مام کنه شده تو برو خوب نشد ما یار روز بریم خیره مقصد به من نریم هر کی جرچ میگه اونجا که رفتید اون زن ماما رو هم ببرید که اونجا بچه کاره که مچم تلار اینجا یادوزی کرد که دختر خورا نکرد چی میگی تو خود کلان نداره خود چیزی که خط است اما جان اونجا که رفت دختر پر میکنه بچه‌م توی را نگه که مچم دوست است فلان است تو اومد که در جان تو کرد از جان مادرم خود در جان کفتن میکنه دیگه نه کار نداره برو یه پیچه سفید است یادش میره خلاص تو آنکه مسئله خوشی سواجه که تو خوش شوی جگر خون میشی هنو یک کارگر رو دیگه هم در خانه زیاد میشه دیوان مچه رو جگر خون شوم گفتم همین البته بس لقمه دان از این خود میشه نه اما لقمه رو که میخوره شاید دختر کش نیم کنه نیم شو اما جان من نیده بس نگادم خدایی بوی سرمیان سرسرخان همی اجمل مشتیم نششتی تو کار میکنی نمیکنی نه غیرت اونو کار میکنه سامت میگی سرخان نوار میشه کل اگه میشنه نان میخوره اما بسته خارم نمیگی غیرت کو مرد هستی تو خود شکر دستم در پیشکست خود دراز نیست پایشه برم میرسم چون مادرت میگه که ما چون در سرخانه اجمل شما هستیم حالا وقتی گفتی که ما بیادم یک سودا در خانه و دسترخانه یک دسترخانه خب برای کار کنه غیرت کنه اشتو دسترخانه خانه پدر مادرم است فهمیدی اجمل محمود نداره خب مادر تا بود مادرم فهمال گفت مادرم فهمیدم چی خوب شده گل دستت هم تو طبق اصد بد خورد گپم نه گپ بد نخورده اصلا خیر است نه تو رو به خدا گپم سر بد خورد نه نخورده بد نه من مثل دخترم واره گفتم بچه میانی اولادم هستی هر آدم به اولاد خود پیسه نمیتن به اولاد خود کالا نمیخره نگون چیزا کن میخرم برد آها نه زن ماما جان نمی جور باشی سایسته کافیسته دیگه کارمار داشتی خیر ما بدون پیسه میایم اون کار تا میکنم کمک میشم که
خیلی بینی دخترم، خیلی بینی. شکر در سرکت. خدا با آرزوهای دلت برسانه تا. دختر خوب هستی. دم قوه گپ کم زیاد تا نشنیدیم، کدام گپ تا بالا نزدی. دخترم خیلی بینی، زنده باشی، سرخروی سرفراز و سر بلند باشی. تو خیمه حالا برم که چی شد مادرم شنم رایی برم. آه بچه تو خونه رفتی کردش؟ نه بچه حالا نمیرم. بچه من به هر کس که دل پیش کنم سیخ پیش میکنم. اون مجا گپ تا و بالا شد یک سخن شد باز کل از من میدانه میگه ای کپی کاره. بس از که اون نواسه را پای خدا پیش کردم، اون در وقت آخر خیال یک مولی و زردک سرم ناوردم. نه خیلی با اون باز خاطر. هسته خیلی. برو دخترک گلم برو. شکر در قدر نان پیسه را گرفتم زورش دا چطور بینی در گرفتیم میخوره کتی که جنگ خواد کردم. من گپ بد نزدم که گپ بزنم که دستی که لق لق چشمایش برآمد، دست خودم گرفت، دست خودم از خود کرد. تو به خدایا در بگیره طوله و بخت من. اگر جانم میگم مرگ مشنوم، اگر مرگم میگم مرگ مشنوم، بلا مشنوم. منظورش این بود که یعنی یک خیلی شما دو تا بخیلی نکنم میفهمیم از خدا. بخیلی نکن. بخیلی نکن، بچه زیاد بخیلی. آره من چرا بخیلی کنم احمد؟ غیر بخیلی نکو بگی. اصلا من این زنه که خراب میکنم. من سرچی زور داده تون دیدی من چه خبر. من چه پوکولا یا وی خونده سرمیش یکی تش کنم. آدم بره بر زرگردن. آره من برای خدا که گفتم که نگیری نه؟ باید من کشتین مازه خوب. من رقصم تمرین میکنم تو آتان پارتم اینجا خوب صحیح. برو بچه باشه. تو آتان میکنم خوب صحیح. نمیتن تو روز بشنوم میتن. یک خبر شب در خانه ما تو یک روز در خانه ما همیشه سر و سبزی ملاقه جنگلیست. یک دانه شنیدی به نوبت کلگی میگیره در این خانه میچوشه از که پیسه نداره که برای یک چیز بخره. اوزو بعدا گفتم من میتن دختر به خدا گفته سر سوخته سرخان کنه چنگایی میکنه میگه من میخوام سیر نکنم میگه من میخوام سیر نکردم. تو که موری نموده خانه مورا، نموده خانه و کاشانه مورا، خانه موری تو که موری. جا دختر کجا بودی؟ خانه زن مامان بودم پیش از رفتم گفتم شور بخور دیگه الان اینجاستی دیگه. چی بیچاره تناستم اینجا آمدم یک دقیقه گفتم کارمار نداشته باشه. چی گپ هست؟ نمیبینی تناستم. راستی از گپ کس زن گفتی چیزه؟ نه کی رو بگم؟ آفرین فکرت زیاد بگیری که کس خبر نشود. دختر من سر تو زیاد اعتبار دارم که باز نشه اینو خوری بیادری ما خراب شوه. صحیح است نگفتیم کسی. خلاص تو کی امروز چیز را دیدی؟ نه دیدی خلاص. نه ندیدم. آگه مشکل چی کردی دادی بر نفر بر صاحبش دادی؟ خیلی ندادم. نگاه کردم پیشم خوب رفت پشت کار خودتو. خب صحیح است. گوش که دختر یعنی مادرم شما خود دیگر روز میره خواستگاری خب؟ خب بعضیا قسم میفهمونی که مرم باید ببرم. چرا؟ تو نمیبره؟ نه من میگه نمیبرم تا در خانه باشه. خب نرو وی دفعه نرو بازوی. تو دیوانه هستی چیزی من چرا نرم؟ چرا بری؟ وی خود تو خونه میری جای تو من میرم. جای تنگ میشه. بان خیلی من برم. خود مادر میفهم اگر برد میبرید اگر نبرد نمیبره دیگه. من چی تو کنم؟ بان ببره دختر همین تو یک ذره شلگی کن، یک ذره تعریف کن از من، یک ذره اون چیز گپم گپادی. از تو ما تعریف کنم؟ مر خیلی مزاری ما عید نگو. باز من میگم خیلی. بعد که دی میگی. یک ذره گپ نی. برشان بفهمن سعی خوب برشان بفهمن بگو که چیز است. بگو فردی نام ببرین همی بگو به شوق داره، آواز داره، ارمان داره، بگو دم تو روز بیادر خود کنه باشه خیلی بگو کدام روز میپو باشه. خود مادر میگه پاره میفهمم میبره. تو باز بگو شلگی کو. که نبرده چلگی کنم؟ آخه ما نمیبره گفت روز بر من گفت که گفت ماتر نمیبرم دیگر روز میبرم تا. دیت گفت نمیبرم تا جای تو گفت مریم میبرم گفت نه چی آسنات میبرم. خب صحیح است که مادر خودش میفهمه. قامت ماتر شاله شدم از چی خاطر میگم تو شلگی که مرا ببره. می بگم فردین در خانه بگو تنها چی کنه بگو میترسه. در خانه تنها ما چی کنم؟ ایسونم زن مامایم است. زن مامایم است. زن مامایم چی میگن؟ تو چرا قشنگ هستی که اونجا بری؟ میرم چرا اونجا چی داره؟ پنیر. خب یک تا پنیر است که سفید
شاید باب اینجا دندان پیدا است. شاید اینجا پیدا شه. نه همیشه جا پیدا کنی کلش زخم بالوت است. چیز است. کاکاو است کلش. برو. خب برو. مقصد بگی خو مادر من. خب سایس 1000 پا دادی ولی هر کار تا اینجا ما بکنم دیگه. ایره بگو باش تو ما بیایم از پشت تو دختر. برم خانه. حالا به شکر شما رو میکشم همین اولادم زنده باشه شما زنده باشید بچه هیچ با مانایی نداره شوی دیگه باش اصلا فرصت چانس زندگی ندی خانم کاکا. چیزی که سختی ها بود گذشت نام خدا دخترها جوان شد تحصیل کردن هر کدام به هر جای خود رسان. مردم خب مفت کار نمیکنه براتون که مفت کار میکنین 100 روپای مایدهش برات میتم میگم 4 کیلو برات میگم باز انداختم الله چقدر گران شد 4 کیلو شد از راستی. نه دیگه از این وقت کار نباشه. چرا قبیسا چرا قبی درک استی پدر چطور دلت شد که ما را تنابونی بری یک روزم یادت نامدیم آرزو جان ما تمام مشکلاتای خود بر مادر جان قصه کردم. هر کس میگم گاز میگه برو پایین زارد مایده کجا رسید حدیث نام پیاده رفتم حدیث نام پیاده آمدم این مایدگاه که تا بگه 4.5 کیلو برات گاز انداختم پرش کردم تکک من دان به دان. آلو بچه تو را کی گفت که 4.5 کیلو پرتو 4 کیلو پرتو ما دایی مفلسی دایی بی پیسگی برو خیر یک چند وقت کار بده از ما این کدام چیز قیمت بای از او گم شده کدام میگه چیز قیمت بای از امون نفر از اون ملک گم شده باز سرازو آفر سرازی افتید میگه دونم اینجا میگه سر ما قید کشیدن و ما بندی شدم چند سال مثلا 10 سال هم قدر رو قید کشیدم 10 سال تو در بندی خانه بودی. نیست پیش ما پیسه نیست پیسه رو بخیر نیست با باشک بیارم یا نه بخیر خلاص حالا پیسه باشک بیارم یا نه حالا خب پیسه نمیخوام پیسه مادر نکن نکن چی گپ است الان میکشی چی هست برای خدا الان